یترک روح الله یک روز هم نماز را ترک نکرد. با اینکه سنش بالا بود و نیروهای جسمیش تحلیل یافته بود، ولی باز هم اصرار داشت نمازش را عادی و طبق معمول اقامه کند، در حالی که اطرافیانش اصرار می‌ورزیدند که نمازش را نشسته بخواند، ولی با اصراری که می‌کرد مجبور می‌شدند کنارش بایستند و مواظبش باشند. گویی این مرد 87 ساله که تمام قوای خود را از دست داده نمی‌تواند در برابر خدایش خاشع نباشد و نمازش را نشسته بخواند. لذا به خاطر خجالت از خدا به خودش فشار می آورد که تا می تواند نمازش را ایستاده بخواند و خواند ایاک نعبد و ایاک نستعین و تسبیح گویان گفت سبحان ربی العظیم و بحمده، و سجده کنان سبحان ربی الاعلی و بحمده. و ساعاتی مانده به وفات امام، هنگامی که ریه های امام عاجز از نفس کشیدن بودند و آثار درد در چهره ایشان نمایان بود، امام اصرار داشت که نماز مغرب و عشایش را بخواند و این آخرین نماز. ما ناراحت بشیم، گفتن هر کی میخواد بمانه و هر کی میخواد بره، چراغو خاموش کنید. که یکی خواهرم و مادرم و اینا از در رفتن بیرون، من باز برگشتم صورتشون رو بوسیدم و دیدم این دستهاشون رو اینطوری تکون میدن. خود من معتقدم، حالا خدا میدونه، ایشون دارن نماز میخونن. اعتقادم بر این شد که ایشون با این حرکت دست دارن نماز میخونن. چراغو خاموش کردم، از در رفتم بیرون که دیگه ایشون چشمشونو که هم گذاشتن دیگه باز نکردند.